داستان یک چیز بیشتر نیست. در مواجهه با بحران، تفکر خلاق یا اون کریتیکال تینکینگ بزرگترین بردیه که یک تیم راهبر بیزنس داره. میشه به بحران نگاش کرد و گفت این بحرانه، ما هم یکی از همه اینیم که تو کشتیم. میشه به بحران نگاه کرد و گفت هر بحرانی دو تا رو داره، یه روی فرصت داره، یه روی بحران داره. واسه ما در خانمی تا حالا همه بحران‌ها روی فرصتش قوی تر بوده. واقعا همیشه بحران واسه ما فرصت رشد شده. این که شما به یک خبر، به یک بحران چجوری نگاه کنید فقط به خود ما برمیگرده. ما میتونیم یه فشنگ داشته باشیم و بحران باشه، میتونیم یه فشنگ داشته باشیم و فرصت باشه. جهان ما پر از بحرانه. هیچ جوری ما نمیتونیم این همه بحرانی که در فضای کسب و کاری هست رو کنترل کنیم. آنچه مهمه اینه که ما در رویکردمون با این بحران‌ها اینه که هر کدوم از بحران‌ها یک فرصت هست. سخت فرصتاتشون در آوردن. ولی هر کی تونسته فرصت در بیاره، تونسته اهرم رشد کنه. و اهرم رشد ساختن همه ماها که داریم کار می‌کنیم می‌دونیم چقدر کار سختیه. وقتی شرکت‌ها بزرگ میشن دیگه نمیتونن این کارو بکنن. اونجا این اجیلیتی خیلی مهم میشه. یعنی سازمان چجوری خودشو علیرغم بزرگ شدن انقدر چابک نگه میداره که باز بتونه تو بحران‌ها دوباره به سرعت خودش رو عوض کنه، شکل کسب و کاریش و مدلش رو عوض کنه. و اینجا خیلی مهم میشه که سازمان تو چقدر بتونه اجایل یا چابک نگه داره. و ماها هم داریم تجربه میکنیم، نمیتونم بگم موفقشیم، داریم سعی میکنیم یاد بگیریم چجوری سازمان با بزرگ شدن اجایل بمونه.